بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته با کیفیت وضو، فرایض، سنن، آداب و شکننده‌های وضو به صورت مفصل آشنا شدید. در برنامه امروز می‌پردازیم به بیان مباحثی در مورد غسل. غسل در زبان عربی به معنی شستن تمام بدن هست. اگر غسل گفته بشود یعنی با غین مفتوحه باشد به معنی شستن هست. غسل یعنی شستن هر چیزی. اما وقتی که گفته می شود غسل با ضمه، این به معنی شستن تمام بدن هست. و تعریف اصطلاحی غسل در فقه اسلامی یعنی تعمیم البدن بالماء، آب کشیدن تمام بدن، شستن تمام بدن، یا در فارسی خودمون حمام کردن، استحمام. این به معنی غسل هست. الله متعال می‌فرماد و ان کنتم جنبا فطهروا، اگر شما در حالت جنابت بودید و جنب شدید پس خود را کاملا پاک بکنید، یعنی این که غسل بکنید. پس بنابراین غسل در زبان عربی و در اصطلاح شرعی یعنی شستن تمام بدن. بحث ما امروز در مورد فرضه های غسل هست. اگر خاطرتان باشد قبلا توضیح دادم خدمت شما که فرض یعنی کاری که انجام دادنش الزامی هست و اگر انجام نشد اون عمل در واقع انجام نشده. وقتی که ما میگیم فلان چیز در نماز فرض هست باید انجام بشود، اگر انجام نشد نماز باطل است. فلان چیز در وضو مثلا فرض هست، شستن صورت فرض در وضو، یعنی این که اگر صورت شسته نشد وضو باطل هست. در غسل هم این گونه هست. وقتی که ما میگیم که این موارد در غسل فرض هستند، هر کدام از این موارد که ترک بشوند بنابر مذهب حنفی یعنی این که غسل باطل هست، غسل انجام نشده. در مذهب حنفی برای صحت غسل 3 مورد هست که حتما باید انجام بشوند، یعنی به تعبیر دیگر فرضه های غسل در مذهب حنفی 3 مورد هستند. مورد اول مضمضه هست، یعنی شستن دهان، یعنی این که انسان یک کف آبی بردارد در دهان خودش قرار بدهد و آب را در داخل دهان بگرداند، دهانش را آب بکشد. این مورد اول هست. فرض دوم استنشاق هست. استنشاق یعنی بالا کشیدن آب از طریق بینی یا به تعبیر دیگر شستن بینی. این هم یکی از فرضه هایی هست که انسان باید بنابر مذهب حنفی به این دقت بکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند به صورت کلی هم در وضو و هم در غسل که در مورد استنشاق یک مقدار اهمیت بیشتری قائل بشویم، مبالغه بکنیم، مگر در صورتی که انسان روزه باشد که همین یک مقدار که به خاطر احتیاط این که روزه نشکند یک مقدار بینی را بشوییم کفایت میکند. اما برخی از مردم تصور کردند که حتما در باب غسل باید افراط بشود، آب را چنان در بینی بالا بکشند که باید اشک انسان در بیاد یا اینکه بینی انسان بسوزد. نه، این صحیح نیست. همین که شما مطمئن شدی که بینی شما آب کشیده شده و شسته شده کفایت میکند. فقهای احناف گفتند که استنشاق تا اندازه‌ای که تا نرمی بینی، تا قسمتی که استخوان بینی شروع می شود، تا این قسمت آب کشیده بشود، این در واقع کفایت می کند. پس بنابراین دومین فرض غسل در مذهب حنفی شستن بینی هست یا همان استنشاق. و فرض سومش که در تمام مذاهب هست شستن تمام بدن هست که تمام بدن رو از سر تا پا تمام قسمت‌های بدن باید شسته بشود. حتی اگر یک قسمت کوچکی از بدن خشک ماند، الان به هر دلیلی، البته عذر شرعی بحث جداگانه هست،
مثلا فرض بکنیم که یک فردی دست شکسته باندپیچی شده، الان نمیتواند دست خودش را آب بکشد، این مستثنا هست، بقیه بدن خودش را آب بکشد و این قسمتی که باندپیچی هست رویش مس بکند. اما بدون عذر تمام قسمت های پوست بدن از سر گرفته تا ناخن پا همه باید شسته بشود و حتی قسمت های سر به طور مثال یا محاسن و ریش یا جاهایی که مثلا بدن مو دارد، تمام این قسمت ها باید، تمام قسمت پوست بدن به صورت کامل باید شسته بشود و اگر یک قسمتی از بدن بالفرض خشک بماند وضو صحیح نیست. اگر یک مردی فرض بکنیم که موی بلندی دارد و موهایش را بافته گیسو کرده، آیا در هنگام غسل باید موهایش را باز بکند یا خیر؟ در فقه حنفی گفتند که اگر مردی این کار رو انجام بدهد حتما باید موهایش را باز بکند تا آب به تمام قسمت‌های موی سرش باید برسد، یعنی تمام موها باید شسته بشود. اما برعکسش اگر یک زنی عادت دارد که موهای خودش رو گیسو بکند، یه موهایش رو محکم بافته، آیا برای غسل واجب هست که موها رو باز بکند، گیسوهایش رو بشکافد؟ خیر، واجب نیست. همین که قسمت سر خودش را بشوید و آب به پوست سرش برسد همین کفایت می کند. اما گیسویی که آویزان هست و بلند هست، ولو این که لابلای گیسو آب نرسد، باز هم غسلش از نظر شرعی و بنابر فقه حنفی کاملا درست است و باز کردن گیسو برای زن واجب نیست. این جزء مواردی هست که در فقه حنفی جزء فرضها در واقع شمرده شده. عرض کردم که در فقه حنفی، برای تاکید تکرار میکنم، در مذهب حنفی فرضهای وضو 3 مورد هستند، 3 چیز هستند که اگر هر کدام از اینها انجام نشود غسل صحیح نیست. مزمزه، شستن دهان و استنشاق، شستن بینی و فرض سوم شستن تمام بدن و اگر هر قسمتی از بدن خشک بماند در واقع غسل کامل نیست و به تبع آن نماز فرد هم صحیح نخواهد بود. پس سعی بکنیم که در مورد غسل این موارد رو حتما انشاءالله که مراعات بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.